سلام، من محمد رضا احمدی هستم، یک افغان با 5000 سال تاریخ و امروز سیمرغ عطار رو آوردم. یک بیتش رو به جای اینکه با دوات بنویسم با فایبرگلاس نوشتم. اولین بار که ایده این خودرو به ذهن شما رسید کی بود؟ چرا؟ چطور اتفاق افتاد؟ داستان اینطوری نیست که یه آدم نابغه‌ای به دنیا بیاد بعد یه روز یه چیزی بهش الهام بشه. من ورزشگاه بودم تو دوران نوجوانی مثل همه. یه دوستی داشتم که MS دچار شد. من نمیخواستم این از جمعمون جدا شه. یه گجت پوشیدنی براش درست کردم، یه جور ویلچر خیلی کامپکت، و برای تموم کردن اون نیاز به تامین مالی داشتم. ولی خب توی افغانستان سیستم بانکی، سیستم اعتبار سنجیش بر پایه نظام فئودالیه. هر کی زمین داره اعتبار داره و من به عنوان یه مهاجر نه تو افغانستان زمین داشتم نه تو ایران. اونجا شد که من اون پروژه‌مو رها کردم و یه پلتفرم تامین مالی زدم، یه پلتفرم کراودفاندینگ که بتونم مسئله تامین مالی رو برای جوان‌ها حل بکنم. برای اینکه بتونم به مردمم به ایران، افغانستان توضیح بدم که کراودفاندینگ چیست، ترجیح دادم که به جای اینکه پلتفرمم اول رونمایی بکنم یه پروژه دوست داشتنی رو توی افغانستان، ایران همه ماشین رو خیلی دوست دارن، یه پروژه دوست داشتنی رو نیمه کاره بکنم و بعد از مردم بخوام که بهم کمک بکنن. اون پروژه نیمه کاره قرعه افتاد به نام سیمرغ عطار رو از اون دوران باستانی کشیدمش، با فایبرگلاس ساختمش و اومدم یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای گذاشتم روی اینترنت. از مردم خواستم که بهم $130,000 کمک کنن. مردم افغانستان فقیرترین مردم دنیا، حتی از ایران، از کردستان، ترکا خیلی بهم کمک کردن، پول کمک کردن و ما $130,000 از افغانستان ایرانی که تورم داره نابودش میکنه کمک کردن بهمون و ما امروز اینجاییم. به خاطر اینکه لیاقت فرهنگ و تاریخ و تمدن ما نیست با 5000 سال اینطوری باش رفتار بشه. واقعا این حق ما نیست. بین 31 کمپانی بزرگ دنیا فقط ما یک کمپانی از اون امپراتوری باشیم. باید الان اینجا 68 تا کمپانی باشه و همش ما باشیم. واقعا ما میخوایم قهرمانی باشیم که قهرمان رو شکست داده. نظرات منفی درباره کاری که شما انجام میدید چی بوده؟ میشه چند تاشو که خیلی رو مختون رفته بگید؟ ببینید، یه تئوری هست به اسم قوی سیاه. همه انتظار دارن که قو سفید باشه، ولی وقتی قاره استرالیا کشف میکنن میبینن که قو سیاهش هم وجود داشته. ما یک قوی سیاهی بودیم توی کشور خودمون، توی منطقه خودمون، جایی که همه فکر میکنن ما یه سوزن نمیتونیم بسازیم. ما یه سوپر اسپورت ساختیم و کلی هیت گرفتیم، در کنار اینکه کلی هم تشویق شدیم و دست گذاشتن رو چرا آینه بغل نداره، چرا داخلش کامل چرا نداره. به خاطر سوال خیلی خوبیه. من هر کسی تا حالا نیومده گفته چرا چراغ جلوش زشته یا چرا کاپوتش زشته. به خاطر این که من صبر کردم تا یه چیزی برسه به اون حد اعلاش، برسه به اون ایدئالگرایی، بعد گذاشتمش روی ماشین. هنوز به ذهنم نرسیده که چطور یه آینه رو قشنگ کار بذارم روی ماشین. اگه همین لحظه اون ایده به ذهنم برسه، مصاحبه رو قطع می‌کنم و میرم اونو درست می‌کنم. می‌تونیم اینطور بگیم شما ایدئالگرا هستید، اما ایدئالگرایی که صبر نکرده تا به اون نقطه پایانی برسه، میخواد به وقتش و قدم به قدم و با فکر برسه. دقیقاً اصلا برای همین سیمرغ عطار رو از گذشته آوردم. هزاران پرنده جمع میشن برای حل مشکلاتشون، دنبال یه راه حلی میگردن، ولی هدهد نمیذاره. هدهد میگه ما حق انتخاب نداریم، از قبل انتخاب شده و اون سیمرغ هست. ما باید تا کوه قاف رو بریم، 7 مرحله بگذاریم تا برسیم به کوه قاف و از سیمرغ خواهش کنیم که بیاد رهبر ما باشه. هزاران پرنده حرکت میکنن، ولی در نهایت بعد از گذشتن 7 مرحله تنها 30 تا مرغ میرسن به کوه قاف و اونجا سیمرغی پیدا نمیکنن. آینه حقیقت رو پیدا میکنن و تو آینه حقیقت سیمرغی نمیبینن. الان آینه بغل میخوای در روی آینه حقیقت برداری؟ آینه حقیقت الان این لنز دوربین توه، این قاب دوربین توه. اونا توی آینه حقیقت سیمرغی نمیبینن، خودشون رو میبینن. 30 تا مرغ معمولی که تونستن برسن به کوه قاف و اگه اونا تونستن از این همه طوفان و بوران رد بشن، این همه مشکل رو حل بکنن، پس مشکلات خودشون رو هم میتونن حل بکنن. الان این لنز دوربین تو، لنز ویتران، در واقع همون آینه حقیقتیه که من نگه داشتم رو به رو به جوانای منطقه خودمون که نگاه کنید سیمرغی وجود نداره. من خیلی معمولیم، این ماشین خیلی معمولیه. ما منتظر اون روز موعود ننشستیم،
خودمون بلند شدیم با ریال با افغانیش گذاشتیم رو هم تا بعد 5 سال رسیدیم به اینجا. قرار نیست هیچ رهبر فرزانه‌ای تو یه روز خاصی بیاد و مشکل حل کنه. اگه واقعا از چیزی ناراحتی، چیزی اذیتت میکنه، وقتش همین امروزه. قهرمان داستانم خودتی. بلند شو و برو از خونه بیرون و شب موقعی برگرد که واقعا اون مشکل حل کرده باشه. سیمرغی که شما ازش ایده گرفتید چه رنگی بود و چرا این خودرو مشکیه؟ آها، این ماشین سیاه شد به خاطر اون تئوری قوی سیاه. هیچ کس انتظار نداشت که یه افغانستان هنرمند ببینه، هیچ کس انتظار نداشت یک افغان آرتیست ببینه، همه انتظار داشتن افغان تروریست ببینن. و یک افغان آرتیست همونقدر عجیبه توی دنیا که شما یک کلاغ سفید ببینی یا شما یک قوی سیاه ببینی. به این علت رنگ این ماشین رو سیاه کردم که تداعیگر اون تئوری قوی سیاه باشه. موتر ما چون اولین موتر است که در افغانستان ساخته شده، نظر به این مدل بلندی که جور شده تمام خارجی ها و تمام کشورها اصلا ایران میمانند و بسیار برشان هیجان کننده است که همچون موتری که در افغانستان به بار اول جور شده و با این کلاس بلند و با این اندازه مدل بلند و زیبا، به این خاطر خارجی ها بسیار خوش هستند و ما را میگن که واقعا شما قابل تقدیر هستید. هموطنان ما همه خوش هستند. این یک چیز واضح است، یک کشور وقتی که یک موتر یا یک چیز جور میشه تمام هموطنان خوش میباشند و کل ما افتخار میکنیم بالای موتر ما.